کهنیار استاد رامش خلیلی کیست؟ استاد رامش خلیلی فرزند استاد نجیب الله خلیلی، باشنده اصلی ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا می باشد که در سال 1369 در ولایت کابل در یک خانواده متدین و علم پرور دیده به جهان گشوده. استاد رامش خلیلی دروس ابتدایی خویش را در لیسه‌های ولایت کاپیسا و کابل به پایه اتمام رسانیده. موصوف از اوایل جوانی مشتاق به خدمتگزاری برای مردم رنج دیده خود بوده و شوق و علاقه زیادی به مسلک مقدس نظامی داشت که به اساس همین شوق و علاقه وارد پلیس ملی افغانستان گردید. در ضمن بعد از دوره ابتدایی وارد امتحانات کانکور گردید که خوشبختانه با دریافت نمره دلخواهش راهی اکادمی پلیس گردیده که با سپری نمودن موفقانه اکادمی پلیس با درجه دیرشه به رتبه دوم سارن، یعنی اولین رتبه افسری نائل گردید. آغاز خدمتگزاری استاد رامش خلیلی در یکی از بست‌های کلیدی ولایت قندهار بود. مدتی را در آنجا سپری نمود، ولی به اساس لزوم دید مقام محترم وزارت امور داخله موصوف به صفت مدیر عمومی در یکی از بخش ریاست عمومی مبارزه علیه جرائم جنایی تقرر حاصل نمود. استاد رامش خلیلی ضمن اینکه سخت می‌کوشید تا برای مردمش کار کند، در کنار پیشبرد وظیفه تانست در رشته حقوق و علوم سیاسی، تکنولوژی طبی و ماستری خویش را در بخش روابط بین‌الملل با درجه عالی اخذ و وارد کارنامه زندگیش نماید. استاد رامش خلیلی مدت 12 سال را در بخش‌های مختلف وزارت امور داخله مصدر خدمت برای مردمش گردیده است. بعد از اینکه به اساس معاملات ننگین کشور عزیز ما افغانستان در دست طالبان افتاد و از طرف طالبان جناب استاد مکرر را مورد تهدیدهای جدی قرار گرفتند و استاد رامش خلیلی به خاطر زنده ماندن اهدافهای بزرگ ملیش مجبور به ترک وطن گردیده و راه غربت را در پیش گرفت و عازم کشور ایران گردید. استاد رامش خلیلی از اینکه یک مرد جسور و دلسوز به وطن و وطندارش است، در دیار مهاجرت هم با وجود همه مشکلات خاموش نموده، تانسته تعداد کثیری از روشنفکران، دوراندیشان، دانشمندان و بانوان شجاع و مبارز را در کنار خود جمع نموده و صدای آزادی ملت خود باشند. استاد رامش خلیلی یگانه شخصی است که در کشور ایران شاخه نهضت دادخواهان افغانستان ندا را بنیان گذاشت، شورای جوانان دوراندیش را ایجاد نمود، زمینه تدریس بیشتر 1400 خانواده را فراهم نمود و روابطی که در دیار مهاجرت داشته تانسته است بیشتر 650 نفر نظامی را از افتادن در چنگال طالب نجات داده. کمک‌های خیریه به خانواده‌های بی‌بضاعت توسط تیم کاری خلیلی صاحب صورت گرفته. با زحمات و تلاش‌های شبانه روزی تانست با کشور میزبان روابط خوبی را برقرار نمایند. باعث سهولت برای مهاجرین گردیده است. اهداف و برنامه‌های بزرگ سیاسی جناب استاد رامش خلیلی انسجام و متحد شدن، آسایش و آرامش مردمش است و روی کتابی به اسم آغاز سیاست از مهاجرت کار دارد که عنقریب در دسترس همه قرار خواهد داشت. استاد رامش خلیلی یک مرد جسور با تقوا و دیندار می باشد. فعالیت و کارنامه‌های استاد رامش خلیلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی قابل ستایش بوده، چون با امکانات اندکی که داشته توانسته به قله‌های بلند موفقیت برسد. به اساس زحمات خستگی ناپذیرشان از طرف حکومت در تبعید در بست تورن جنرال به حیث قماندان عمومی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله در تبعید تقرر حاصل نموده است که این موفقیت بزرگ حاصل زحمات شبانه روزی محترم استاد رامش خلیلی می باشد. از بارگاه ایزد متعال موفقیت‌های هرچه بیشتر برای استاد محترم خواهانیم.